بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعین. و بعد بینندگان عزیز و گرامی، خوشحالیم که بار دیگر با برنامه دیگر از سری برنامه‌های قلب آسیا محضر شما عزیزان و بزرگواران هستیم تا در دقایقی که با هم هستیم پیرامون موضوع که روی آن بحث می شود با هم یک جا این وقت خوش را انشاءالله سپری بکنیم. بینندگان گرامی، طی چند برنامه گذشته روی عنوان چهره های پشت نقاب، چهره حقیقی شیخ آصف محسنی که در افغانستان به عنوان مصلح و یکی از رهبران جهادی مطرح است، از چهره ازی نقابش برداشتیم و حقیقت شخص را طی چند برنامه گذشته آشکار کردیم. امیدواریم که بینندگان عزیز و گرامی به ویژه ملت افغانستان و به شکل خاص میتونم بگم که کسایی که شیفته و شهیدای این به اصطلاح این مصلح شده اند حقیقتی از زیر پی برده باشند و با عقاید و باورهای شخص آشنا شده باشند. بینندگان عزیز و گرامی، بار دیگر محضر جناب دکتر احسان الله مبارز هستیم تا در امتداد موضوع چهره های پشت نقاب به باور آیت الله محسنی در ارتباط و ارتداد صحابه که بحثش را تقریبا طی چند برنامه آغاز کردیم پیرامون این صحبت را ادامه بدیم. من در آغاز این برنامه خدمت جناب دکتر احسان الله مبارز عرض سلام و ادب دارم. جناب دکتر، خوش آمدین به برنامه خودتان و یک بار دیگر خدمت شما باز هم خوش آمدید میگم و عرض سلام و ادب دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش و خرم و سعادتمند بوده باشید شما و تمامی بینندگان عزیز که در این برنامه خودشان ما را انتظار داشتن و با ما هستند. در برنامه یکی از سلسله برنامه های منافق شناسی، چهره پشتی نقاب، یا اینکه به عبارت واضح و شفافش منافق شناسی، که در این برنامه طی چند برنامه قبلی جوانبی از منافقت های این چهره آشکار شد و معرفی گردید و انشاءالله الرحمن ضمن برنامه های مسلسلی که اگر الله تبارک و تعالی توفیق داد و در آینده فرصت میسر شد باز هم خدمت شما عزیزان و بزرگان مزید آن تقدیم خواهد شد و اگر فرصت کمتر بود آن حد کافی انشاءالله الرحمن در اختیار شما قرار گرفته و قرار داده شده و داده خواهد شد انشاءالله الرحمن که شما بتانید از اون طریق چهره این منافق و با نماینده خاص محترم امریکا و غرب در افغانستان، مفتی اعظمی از آنها را شما و انگیزه این تقدیسی که در جریان حکومت امریکایی ها در افغانستان یافت او را شما به صراحت و طور واضح و روشن بشناسید. تشکر جناب دکتر. خب بینندگان عزیز و گرامی، البته هدف از این برنامه و برنامه های دیگری که طی چند جلسه گذشته در رابطه به آشکار کردن ابعاد مخفی شخصیت محسنی صحبت شد است که مردم افغانستان و به خصوص شهریان کابل و یک عده از افراد چیزفهم و باسواد افغانستان و حتی عوام الناس بیشتر به این مرد شیفته شدند و چون ما اونها را واقعا طی چند برنامه گذشته هم صحبت شد که این مردم ما ملامت نمی کنیم، چون
مطالعه ندارند، آگاهیشان کم است و این مرد آصف محسنی با خیلی چهره مکارانه و فریبکارانه و عوام فریبانه بگم از طریق رسانه ها مطرح شده و دائما از طریق رسانه ها صحبت هایی کرده که بیشتر جنبه های اجتماعی و اخلاقی بوده، در ارتباط به عقاید و باورها و این مسائل صحبت نکرده. اما عقاید محسنه را اگر کسی میخواه بدانه، به خصوص موقف ایره در برابر اهل سنت و موقفش در ارتباط به صحابه، در ارتباط به تابعین، در ارتباط به کسایی که نزد اهل سنت شخصیت های محترم، شخصیت های دینی، شخصیت های علمی و شخصیت های بزرگ به شمار میره، درباره از اینا اگر میخواه عقاید محسن را مطالعه کنه و باورهایش بدانه، بهتر است به کتاب های ای آدم مراجعه بکنه، چون کتاب های زیادش ما طی چند برنامه به نمایش گذاشتیم. از جمله کتاب همبستگی اسلامی و دشمنان آن که این کتاب میتونن ببینین، ایره چند بار نمایش دادیم و میتونن دوستان گرامی همچنین به کتاب دیگرش که جنگ در تاریکی یا شیعه و سنی چه فرقی دارن. یعنی میخوای بگه که شیعه و سنی با هم فرق ندارن، اما میتونین شما با مراجعه به عقاید محسنی فرق میان شیعه و سنی را بدانین. و همچنین کتاب دیگری مرد به نام عقاید برای همه یا عقاید باز بین قوسین وظایف عملی و وظایف متقابل است که این کتاب ها را بیننده های عزیز و گرامی و مردم افغانستان به خصوص جوان ها میتونن بخوانن و به حقیقت شخص پی ببرن که این شخص چقدر مکارانه داره کار میکنه. و جای تعجب هم است که چرا این شخص مثلا پس از ورود نیروهای امریکایی که زیر چتر قوای بین المللی در افغانستان داخل شدند و عملا قدرت در دست دارن، این رشد کرد و رشد داده میشه و فرصت داده میشه برای ازی که دانشگاه و پانتون ها بسازه، مراکز و معاهد علمی بسازه، رسانه های گسترده داشته باشه. چرا به علمای دیگر افغانستان به خصوص علمای اهل سنت فضا به این شکل باز نیست که برای محسنی این فضا آماده و باز است؟ البته انشاءالله طی چند سال آینده پی خواهیم برد که این شخصیت و عموم رهبران روافض چه کسانی هستند و چه اهداف و برنامه هایی دارند. ما چند روز قبل یکی از دوستا صحبت کرد که وقتی شما درباره آیت الله محسنی یا شیخ محسنی به گفتش صحبت میکنین، نشوه که بالای از این شخص برای شخص شما ظلم و ستم روا دارید، چون یک شخصیت مصلح، یک شخصیت میانه رو و یک شخصیت است که مورد قبول اهل سنت و اهل تشیع افغانستان است. من گفتم مشکل همین است که این شخص با یک لباس عجیب و غریب خود آراسته ساخته و مزین ساخته، اما اگر مراجعه بکنه به کتابهایش، به کتابهای فارسی و به کتابهای عربی مثل کتاب صراط الحقش و مشرعت بحار الانوار، به اینها اگر مراجعه بکنه، افراد چیزفهم و افرادی که به زبان عربی آشنایی دارند به حقیقت شخص پی خواهند برد و خواهند دانست که این شخص چقدر حقد و کینه داره در برابر اهل سنت و دیگر فریب های ای را نخواهند خورد که دائم ادعا میکنه که این خود طبعا یکی از مدعیان وحدت و همبستگی میان اهل سنت و اهل تشیع هم است. خب دوستان گرامی، من زیاد پرحرفی نمی کنم چون جناب دکتر احسان الله مبارز حضور دارن. من فقط خواستم که باز هم یک توضیحات در ابتدای برنامه ارائه بکنم، چون خیلی ها ما را ملامت میکنن که شما علیه این شخصیت به اصطلاح میانه رو و این شخصیت مصلح، ای که دائما در پیرامون مسائل اجتماعی در افغانستان صحبت میکنه، چرا علیه از این تاخت و تاز نمیکنیم؟ ما علیه از این اصلا تاخت و تاز نکردیم. ما آمدیم که حقایق ای آدمه، چیزی که عقیده داره، چیزی که به او باور داره، از خلال کتابهایش
برای بیننده ها و برای مردم افغانستان نشان بدیم که ایره بشناسن. فقط هدف ما شناخت است که بشناسن که چه شخصیتی است و چه عقاید و باوری داره. خب بینندگان عزیز و گرامی، بحث امروز ما هم دیدگاه یا آیت الله محسنی و حکم ارتداد صحابه است که آدم در ارتباط به صحابه چه عقاید و باورهایی داره و میخواهیم در ارتباط به یک نقطه که در کتاب خود محسنی در کتاب وحدت امت و همبستگیش آمده و عبارت از است که این صحابه را به چند دسته و به چند کاتگوری تقسیم کرده. جناب دکتر سبحان الله مبارز، اگر میشه پیرامون تقسیماتی که محسنی درباره صحابه داره یا تقسیمات صحابه در نزد محسنی اگر در ارتباط روشنی بیاندازین تا بیننده های عزیز و گرامی ما متوجه شوند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، آقای محسنی در کتاب‌های خود راجع به صحابه دو نوع تقسیم داره. به دو دسته صحابه را تقسیم بندی کرده؟ دو نوع تقسیم داره. خب یکی تقسیم اجمالی که راجع به صحابه داره. بله. در او میگه صحابه به سه دسته تقسیم میشن نزد اهل تشیع. یعنی هدف تا نیست جناب دکتر که یک تقسیم اجمالی داره و یک تقسیم تفصیلی داره. بله. خب بفرمایید. یکی اجمالی داره و یکی هم تفصیلی. در اجمالی خود صحابه را به سه دسته تقسیم میکنه. قسم یکی صحابه عادل، یکی صحابه عادل، خب یکی مجروح، عادل، مجروح و مجهول. مجروح و مجهول. خب عادل، هدفش از عادل چی است؟ صحابه که عدالت از اونها ثابت هست و اونها یعنی مسلمانیشان یقینی هست دیگه. عدالتشان ثابت هست و میتونه که از اونها دین بگیری، میتونه که روایتشان معتبر بوده باشه و اونها سند دین بوده باشن و هر آنچه که مربوط به این هست. بله. ایره در کتاب چیز همبستگی صفحه چندم میشه که من اینجا اگر نمایشم بتم؟ صفحه چند جناب دکتر در کتاب همبستگی؟ صفحه در همبستگی صفحه 44 فکر کنم. بله 44. خب نه صفحه 44 نیست جناب دکتر. در کتاب وحدت هست جناب دکتر. در همبستگی هم هست، در وحدت هم هست. بله. خب شما در وحدت امت اسلامی اینجا صفحه یکی تعریف چیز اجمالی داره. بله. صفحه 44. بله. اگر اینجا وحدت پیشیمه هست و در چیز هم هست، در همبستگی که به فارسی هست. بله. کاملا در او هم هست. خب یکی میگه که ينقسم اصحاب الرسول صلی الله علیه وسلم فی عقیده الشیعه الى 3 اقسام. بله. میگه ما عدالت صحابه را بعد از بررسی احوال هر یک از صحابه میپذیریم و از این لحاظ از این روی صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم در عقیده شیعه به 3 دسته تقسیم میشوند. العدول، بله. صحابه که عادل هستند، انسانهای خوب بودند. و دوم با المجهول و جیم المجروح میشه که از طریق چیز به نمایش بگذاریم. در صفحه چند جناب؟ صفحه 44 در کدام کتاب؟
در کتاب وحدت الامه الاسلامیه. وحدت الامه صفحه 44. خب صفحه 44. دوستان گرامی در اتاق کنترل اگر صفحه را از لپتاپ من به نمایش بدن. خب بفرمایید جناب دکتر. بله العدول واضح است. بله العدول، المجهول. این صحابه که هویتشان مجهول است که اونها آدمای خوب بودن، نبودن، بد بودن، چی بودن، یعنی باید ثابت شود، محقق شود که اونها عدالت مطلوب شیعه را داشته باشند که باز روی این عدالت مطلوب شیعه بله خواهیم رفت که از چه قرار هست. بعد از او که متصلی همون در همون یک مسئله دیگری را ذکر میکنه که بعدا روی او خواهیم پیچید. خب شما در ارتباط حال ما بله. عادل، بله. مجروح و مجهول. بله. ببینیم که محسنی عادل از گروهی که خودش در تقسیم بندیش یک گروه از صحابه را به نام عادل معرفی میکنه. چی تعریفی داره از عادل جناب دکتر؟ بله. یعنی اینجا در چیز اگر به نمایش بگذارید در صفحه 45 است در همبستگی، از 44 شروع می شود و در 45 که به فارسی هست در همبستگی از صفحه. بله بله. از صفحه چند گفتین جناب دکتر؟ اصلی مطلب از 44 شروع می شود. 44 خواه. بله. بله فرق نظر شیعه و سنی در باره صحابه این است که در صفحه 44 ما نمایش دادم جناب دکتر. بله. خواه. میگه بله فرق نظر شیعه و سنی درباره صحابه این است که مشهور سنی ها همه صحابه را عادل میدانند و یا به اصالت العداله درباره صحابه باور دارند. بله. ولی شیعه بله تکمیل کنید شما. ولی شیعه این دو اصل را قبول ندارند و میگویند در حکم به عدالت هر فرد از صحابه باید اعمال او مورد قضاوت قرار گیرد و در این باره باید به علم رجال و تاریخ و حدیث مراجعه شود و شیعه عین همین نظر را درباره اهل بیت هم دارند. بله چون اینجا هست که عمومی اهل بیت موقفشون از موقف شیعه مختلف هست. بله تانستن که بالای ائمه که خدا به نامی از اونها جای کردن احادیث دروغین هم در پهلوی احادیث صحیح که از اونها نقل شده روایت بکنن، اما در تعداد دیگرش این چیز را نتوانستن، پس مجبور شدن که اونها را از جاده بیرون بکنن. چون محمد بن حنفیه پسر علی رضی الله تعالی عنه، زید بن علی پسر زین العابدین برادر امام محمد باقر و اسماعیل پسر امام جعفر صادق و دیگرهای، جعفر برادر امام 11 که به نام جعفر کذابش میشناسند و تعدادهای زیادی دیگری هست. خب صفحه 44 رفتین؟ 45 بله. بنابراین صحابه و اهل بیت از نظر شیعه قهرن به 3 دسته تقسیم می شوند. اینجا متوجه کلمه قهرن بوده باشه. اینجا یعنی به ایش میکنه که شیعه مجبور هست که یعنی شیعه مجال نداره که ایره ترک بکنه، یعنی مجبور هست با جبر اعتقادی یا که جبر هر چیزی که صحابه را باید به چند دسته تقسیم بکنه؟ به 3 دسته. به 3 دسته. عادل و غیر عادل و مجهول الحال. البته در بین اهل سنت این بله او چیزهایی است که در بعد چیزی راست و چیزی دروغ در اینجا ذکر میکنه و میگه در بین اهل سنت نیز اقوال متعددی در مورد اصالت العداله و عدالت همه صحابه وجود دارد. بله. که باید به کتب مبسوط مراجعه شود، ولی مؤکداً موضوع لعن صحابه دروغ و افتراست. جناب دکتر؟ بله. چرا میگه دروغ و افتراست؟ در کتاب بحوث فی علم الرجال و رساله شیعه و سنی چه فرقی دارند تصریح شده که
مستفاد از آیه مبارکه سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار الی آخره اصالت العداله درباره مهاجرین و انصار اولین است. ان شاء الله روی از این هم خواهیم به هر حال دانشمندان روی از این هم خواهیم رفت که بعد از ذکر تقسیم ها ان شاء الله روی از این هم خواهیم رفت که اینجا چی گفته در او کتاب ها بیان کردیم که مراد از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، که الله تبارک و تعالی از سابقین اولین از جمله مهاجرین و انصار و کسانی که در نقش قدمی از اونها روان بودند، بله، از اونها اظهار اعلان رضامندی یعنی راضی است از اونها، بله. و وعده بهشت به اونها داد و اعد لهم جنات تجری من تحتها الانهار. خب میگه مراد از این چی است؟ درباره مهاجرین و انصار اولین هست. این نکته را هم یاد داشت بگیرین تا که خب. بله، یعنی اینجا اعتراف میکنه خودش هم که مراد از این آیه اینجا تلبیس میکنه، قسمی که در بالا تلبیس کرده روان هست اینجا هم چرا تلبیس میکنه؟ خب اینجا اعتراف میکنه. بله، نوع اینجا تقیه میکنه. اگر به عبارت مذهبیشان بگویم اینجا تقیه میکنه، یعنی اینجا منافقت میکنه به عبارت دیگر. خب اونجا که رفتیم باز اونجا میبینیم که چی میگوید. از سابقون هدفش اولین است میگه. خب بله، حالا این بود تقسیم اجمالی محسنی. صحابه تعداد از اونها عادل هست، بله، تعداد از اونها غیر عادل هست، بله، که در عبارت عربی مجروح گفته بود، بله، و تعداد دیگری هم چی هست؟ مجهول الحال. خب ما اینجا اگر جانبی اشاره بکنیم، چون قبل از وقت هم هست، ولی که از افراد که غیر عادل هستن در برنامه قبل تذکر داده شد، یک تعدادی از اونها ذکر شد، مثلا که کی هسته؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه است، عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، و عایشه رضی الله عنها و همین بزرگ. باز با این صحبتش که میگه هدف از السابقون الاولون که همان اولین ها باشه، پس مهاجرین اولین این گفتم شما یادداشت بگیره و بله. این صفحه را تا به این که رفتم امیدوار هستم که بیننده های عزیز و گرامی خودشون متوجه شوند، مردمی که دنبال حق و حقیقت و جستجوی واقعیت هستند و میخواهند حقایق را بدانند و از حقیقت این مرد آگاه شوند، اونها متوجه شوند که میبینیم که خودش صریحاً در صفحه 45 کتاب همبستگی اسلامی و دشمنان آن برای بینندگان برای اهل سنت نوشته که بله اونها را چیز بکنه. رفیع جان اگر نشان بتین صفحه مانیتور دوباره، صفحه لابتوپ مرا ببینین، اینجا میگه که مستفاد از آیه مبارکه السابقون الاولون من المهاجرین والانصار اصالت العداله درباره مهاجرین و انصار اولین است. من نمیفهم که هدف محسنی از صحابه اولین که ها اند، نشوه که خودش هم از جمله صحابه اولین باشه. اونجا بیان نکنه، اونجا در کتاب دیگرش تشریح فقط بینندگان عزیز و گرامی متوجه باشین که خودش تصریح میکنه و خودش اعتراف میکنه که هدف از این که خداوند از مهاجرین، از سابقون الاولون، از مهاجرین و انصار سابقین و اولین راضی است و به ایشان وعده بهشت را داده، میگه مهاجرین و انصار اولین هستند. اما این اولین ها نمیدانم که در نظر شیخ محسنی که ها هستند. خب جناب دکتر، خب پس او میرویم بعد تقسیماتی که در کتابی تقسیمات تفصیلی را هدفتان است. بله، تقسیم تفصیلی که در کتاب وحدت الامه بیان شده. در چه گفته در کتاب وحدت الامه؟ در صفحه چیزه 52 صفحه 52 کتاب وحدت الامه. رفیع جان نمایش بده صفحه. بله بفرمایید جناب دکتر.
خب مسئله بالا هست که ایره در این که به رنگ آبی گرفته شده. خب این چیز دیگر است که در بعد خواهم روی پیچید. يمكن بله يمكن أن يخطر در پنجم يمكن أن يخطر في قلب بعض الشيعة أن الصحابة سمعوا نص الإمامة والخلافة لأمير المؤمنين عليه السلام عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا في غدير خم ولكن لم يقبلوا بذلك ومن رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. اینجا از زبان شیعه ها یک اشکال بالای موضوعای تلبیس های قبلی برای این کتاب برای چیز کمیته اخوت نوشته. این کتابی که در این صحابه را به 3 دسته تقسیم کرده و این تقسیمات هم در ذکر میکنه. این برای کتاب وحدت الامه الاسلامیه به قلم محمد آصف محسنی. بله درست. مقدمه‌اش ذکر میکنه که این ما برای کنفرانس اخوت نوشتیم. خب میگه که در این گفتگی استی که که صحابه را ما باید احترام داشته باشیم و المؤمنین در کتابای اهل تشیع تکفیر نشده. خب این را زیرش چند خط باید گذاشته شود. خب میگه در دل بعضی شیعه ها این مسئله خطور میکنه که صحابه نص امامت و خلافت از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره امیرالمومنین در غدیر خم شنیدن. بله. در حالات دیگر در دیگه جاها هم بیان کرده ولی در خصوصا در غدیر خم شنیدن. بله. خب ولکن در غدیر خم چقدر صحابه بود؟ همه صحابه ای که از حنین هدفتون است. غدیر خم که از بله. حجت الوداع برمیگشتن. بله. همه صحابه ای که به مدینه می آمدن و در مدینه با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن و در همشان حضور داشتن. بله. صحابه‌ای که از رخ یمن و اونجاها آمده بودن یا از رخ نجد و اینجاها آمده بودن از هر طرف اونها مانده بودن. اما کسانی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم از مدینه رفته بودن یا مدینه همراه با رسول الله صحابه‌ای که اهل مدینه بودن، بله. ساکن مدینه بودن، بله با رسول الله صلی الله علیه و سلم تمامشان در اونجا بود، حضور داشت. خب اما مهاجرین اولین که قبلا ذکر کرده بود، مهاجرین و انصار اولین که ذکر کرده بود در اونها هم در اینجا حضور داشتن. تمامشان حضور داشتن. تمامشان مهاجرین، اونهایی که تا به اون دم وفات نکرده بودن، شهید نشده بودن، حضور داشتن. همشان حضور داشتن. خب میگه اینا همگی شنیدن ولکن لم يقبلوا بذلك، لیکن این نص پیغمبر را قبول نکردن. ولكن لم يقبلوا بذلك. بله. اولا این فرضیه را مسلمه عرض میکنه که یعنی فرضیه‌ای که شیعه ها تراشیدن که در اونجا علی رضی الله عنه به صفت خلیفه بلافصل رسول الله صلی الله علیه وسلم معرفی شد. این در حالی که چنین نبوده. فرضیه ادعایی هست. و اگر موضوع ما مربوط به او بحثی او می بود، مطالب محسنی راجع به او چیزی که داره اونها رو ما به بحث می گرفتیم و انشالله در برنامه دیگر یا که در برنامه جایگاه سنت پیرامون استدلال های او صحبت خواهیم کرد. ولی مطلبی که اولا مسئله فرضی هست. خب فرضی مطرح میکنه، حال جواب بله از میگه که ولکن لم يقبلوا ذلك، ایده قبول نکردن. و من رد علی رسول الله صلی الله علیه و سلم فهو کافر، کسی که سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم را رد کنه او چی است؟ کافر هست. نقول تا اینجا شبهه است. خب پس میگه که شیعه ها میگن که پس اونها کافر هستن. بله. میگه نقول فی جواب هذا السؤال، ما در جواب این سوال میگوییم، در حالی که به شکل سوال مطرح نکرده بود. خب پانوگرافی چیزی بعدیش نقول فی جواب هذا السؤال. بله. نقول فی جواب هذا السؤال نعم، بله. در جواب این سوال میگه که بله، من رد کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم او انکره او اعتبره باطلا فهو مرتد. بله. کسی که کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم، فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم را رد کرد یا اینکه انکار کنه از پذیرفت او را، او اعتبره باطلا یا او را باطل بپنداره، حساب کنه، فهو مرتد، او شخص مرتد هست. مرتد شمرده میشه.
ولكن نحن نقسم الصحابة في هذا المقام إلى عدة طوائف. لیکن ما صحابه را در این مقام به چند دسته تقسیم میکنیم. یک سمع النص و فهم المراد ولكن رده عملا و اعتقاد. نص را فهمید، بله. نص را شنید، مراد او را، مطلب او را فهمید، بله. ولكن رده عملا و اعتقادا، ولكن او را عملا در صحنه عملی و اعتقادا رد کرد. اعتقادا رد کرد که در کتاب صراط الحق و کتاب بحوث فی علم الرجال که اونجا حواله داده بود، بله، اولین نفری که برای از این مثال ذکر میکنه ابوبکر و عمر رضی الله عنهما هست و در مشرط بحار الانوار که ما مطالب راجع به این بارها ذکر کردیم. خب دوم سمع النص و فهم المراد. سمع النص و فهم المراد، بله، نص را شنید و مراد را فهمید، مطلبی از او را فهمید. ثم خالف فی العمل دون الاعتقاد، سپس در عمل، در صحنه عمل مخالفت کرد، اما در عقیدتاً باور به این داشت که خلیفه برحق کی است؟ علی هست، باید علی بوده باشه و جایگزینی شخصی دیگری به جای او چی هست؟ کفر است. خب بعد از میریم صفحه 53. بله، صفحه 53 رفیق جان نمایش بتن. سمع النص ولكن لم يفهم المراد بسبب ضعف ذكائه و فکره. نص را شنید ولیکن بنابر کم استعدادی و ضعف و کمزوری ذکاوتش مطلبی او را نفهمید، مرادش درک نکرد. خب و نمیدانم که در این که محسنی چند نفری را حساب میکنه که یعنی زیری غبی بودن، بله، چی کسایی شامل هستن؟ بله، چی کسایی شامل هستن که غبی بودن که قول صریح رسول الله صلی الله علیه و آله نفهمیدن و گویزدید از او قول واضح بود و حتی یعنی تبریک ها با او گفته شد و نفهمید، تبریک گفتن اما نفهمیدن دیگه. سبحان الله. چهارم لم يسمع النص المذكور اصلا. نص مذکور را اصلا نشنیده. این دسته چهارم صحابه است. بله، صحابه که مطلب مذکور را نشنیدن. بله. خب اینجا بین قوسین گویا بگیریم، بین دو قوس، مهاجرین و انصار در این چهارم به هیچ وجه شامل نیستن. چرا؟ به خاطر که تمامشان در اینجا با رسول الله صلی الله علیه و آله بودن. در همین چهارم که مهاجرین و انصاری که در اونجا استثناء کرده بود، در السابقون الاولون، بله، السابقون الاولون گفت مهاجرین و سابقین اولین از مهاجرین و انصار هستند، هیچ یکی از مهاجرین و انصار در او شامل نیستند، چون در اینجا در غدیر خم مخصوصا تمامشان شامل بود. خب ادعای شیعیان هست که در میدان عرفات هم بیان کرده باشه، بعضی هایش میگوین و بعضی هایش این کار میکنن، میگوین که در اونجا نشده، در بعدها منتها ادعاها هست. خب اما اینجا بین قوس یا دقیق بوده باشن که از چهارم که میگه که لم يسمع النص المذكور اصلا امین فرموده رسول الله صلی الله علیه و آله راجع به خلیفه بلا فصل بودن و امامی بلا فصل بودن علی رضی الله تعالی عنه و بطلان امامت هر کسی غیر از او و غیر از افراد خانواده از او را نشنیدن. در جمله از این کیا نبود شامل نیست؟ هیچ فرد از مهاجرین و انصار شامل نیست. قسمی که در سه مطلب بالا، مهاجرین و انصار در سه مطلب بالا تقسیم می شوند. بله. و دیگرهایی که همراهشان بودن در راه. خب پنجم الذين ماتوا او قتلوا في سبيل الله. الذين ماتوا او قتلوا في سبيل الله قبل ان يتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. کسانی که وفات کردند و یا اینکه در راه الله کشته شدند پیش از اینکه الله تبارک و تعالی پیامبرش را
یعنی قبل از وفات پیامبر. قبل از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم. ششم، خب اینجا ما بعد از حادثه این هم یک بین قوسین یاد داشت باشه که بعد از برگشت رسول الله صلی الله علیه و سلم از حجت الوداع، بله، گروهی که یا دسته‌ای که به حساب جنگ میفرستاد، غزوه چیز بوده، جیش اسامه رضی الله تعالی عنه بود و جیش اسامه تا وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم از مدینه بیرون نشد. پس این هم دقیق باشه که این همه تقسیم ها برای تلبیس هست، میخواد که ذهن های افراد یعنی غیر مستعد بگویم یا که با عبارت خود محسنی انسان های غبی و احمق، یعنی افرادی که میگه فریب میخورن انسان های غبی و احمق تلبیس میکنه، فریب میده به خاطر بله. اینکه که طرف اما مقابل تقسیمات از زیاد میکنه تا به یک فکر بکنه طرف مقابل که هیچ نفهمه اصلا، بله، راه گمش بکنه بله. به اصطلاح عامیانه ما شما. پس در این هم هیچ یک از مهاجرین و انصار عموما شامل نیست. اگر باشه یکو دو یکی خودشان وفات کردن. ششم، سمع النص و فهم المراد و انصاع الیه اعتقادا و عملا. سمع النص، نص فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم شنید و مراد او را فهمید و انصاع الیه و گردن نهاد به او، هم از لحاظ اعتقادی هم از لحاظ عملی. نص شنید و مرادش فهمید و باور کرد و به او عمل کرد، یعنی بله. هیچ مشکل نداشت. این تقسیم ششم بود. تقسیم قسم ششم. بله. قسم ششم کسی است که نص شنید و به او با عقیده کرد و عمل کرد. خب ایران یا پیشتان یادداشت بگیره که اینها در شاید سوالهای بعدی داشته باشن که این قسم ششمی که آقای محسنی در اینجا گفته چند نفر خواهند بود. خب اصل صحابه این هستند دیگه. اما صحابه که محسنی در هر جا میگه که ما صحابه را احترام داریم و اهل عدالت عادلین صحابه با عدالت صحابه چیز مراد نمی قسم ششم هست. خب لا اشکال، بعد از او چی میگه؟ لا اشکال علی الطوائف الاربعه الاخیره. 4 دسته اخیر اشکال از لحاظ یعنی کفری و یعنی عدم کافر بودنشان ندارن. لأن امرهم واضح و بین، به خاطر که امرشان واضح و بین هست. 4 تا کدام است؟ اخیرش 4 دسته آخر. بله بله. اما سمع النص قبل از سمع النص، بله نص شنید و مطلب او را نفهمید به خاطر که غبی بود. بله. خب این در میان صحابه مهاجرین و انصار ما تصور نمیکنیم که هیچ یکی در میان از اونها به این بس بوده باشه و به این سطحی که توصیف میکنه میشد. اگر در این میان مردم اطراف اکناف می بود، اعراب بادیه نشین می بود، مردمی که از هر جا آمده بود در میدان عرفات می بود، جایی داشت بود. اما در اینجا که تنها بزرگان مهاجرین و انصار حضور دارن، یعنی غیر قابل توجیه هست. خب هدف دو مشم لم يسمع النص المذكور اصلا، کسانی که نص یا اصلا نشنیدن. خب در این هم از مهاجرین و انصار گفتیم هیچ کسی شامل نیست. و پنجم هم هیچ فردی نداره، وفات کردن یا در راه خدا کشته شدن. این هم فردی نداره. این هم گفتیم که فردی نداره، قابل ذکر نداره. ششم، سمع النص و فهم المراد و انصاع اعتقادا و عملا، که این هم نزد محسنی افراد محدودی داره که انگشته های ما از تعدادشان بیشتر است. انگشته یک دسته ما. پس میگه لا اشکال علی الطوائف الاربعه الاخیره لان امرهم واضح و بین. بله، چون میگه که پنجمش دیگه پیش از اینکه موضوع ارتداد صحابه بیایه، تطبیق بیایه، پیش از او وفات کردن. سوم و چهارم که در اونجا ذکر شده بود اونها معذور هستن. یکیش که نشنیده بود، دیگرش نفهمیده بود. خب میریم پیش جناب دکتر. اما طائفه الثانیه فمحکومه بالفسق للكفر. اما طائفه دوم محکوم به فسق هستن، کفر
یعنی کافر اونها را نمیدانیم، به قول محسنی که ما او را کافر نمیدانیم اما فاسق میدانیم. بله. لأن و علتش هم بیان بله میکنه. لأن المخالفة العملية لأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع الاعتقاد به لا يجيب الكفر. به خاطر که مخالفت عملی اوامر الله تعالی و رسولش همراه اعتقاد به او موجب کفر نیست. یعنی مخالفت عملی بکنی اما اعتقاد به انکار از او نداشته باشی موجب کفر نمیشه. و الا لکان العصاة کفارا جمیعا والامر لیس، ورنه اگر چنین نمی بود همه گناهکارا کافر می بودن. اما این نکته هم یادداشت بگیره که وقتی که از صحابه بحث میکنه، ما در مطلب دیگه بریم، عصیانی از اونها را کفر میدانه. عصیان صحابه را. بله. اینجا وقتی بحث میکنه که راجع به عام صحبت بکنه. بله. عام مردم یا که بخواد تلبیس بکنه. اما در کتاب بحوث فی علم الرجالش و همچنین در سورة الحق و حتی در مشرع بحار الانوار زمانی که مخالفت صحابه میایه و اونجا مخالفت از اونها را دلیلی کفر میدانه. به طور مثال اگر زبانی فعلا نگویم، باز که روی بحثش رفتیم صحبت میکنیم. در سورة الحق وقتی که مطلبی چیزی ذکر میکنه، سابقین اولین و همچنان اهل بیعت رضوان، میگه اونها اهل بیعت رضوان که محسوب نمیکنه اونها را، موضوعی از اونها را میگه که وعده از اونها دنیوی بود، ایمان بر از اونها ثابت نیست. اما راجع به مهاجرین اولین میگه اهل ایمانشان، کسایی که ایمانشان سابقین به ایمان بودن، اونها چیزی که لیکن ایمان از اونها ثابت میشه بنابر این آیت، لیکن موضوع فرارشان در حنین، در غزوه حنین، بله، و یوم حنین اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم من الله شیئا، بعد در آخرش عفو الله تبارک و تعالی، در آخرش بعد عفو الله تبارک و تعالی را با اونها الله بیان میکنه در سوره چیز است آل عمران. خب پس در اونجا میگه که الله تبارک و تعالی این لغزش از شما چی کرد؟ عفو کرد. این نکته را هم یادداشت بگید که الله تبارک و تعالی عفو میکنه. محسنی میگه که لیکن فراری از اونها از اونجا بالای ایمان اشکال ایراد میکنه برای ثبوت ایمانشان. پس در اونجا فرارشان عملی بود یا که اعتقادی؟ عملی بود. بله. زمانی که صحابه میآید چی میکنه؟ موضوع عصیان در صحابه کفر حساب میکنه. در غیر از اونها که آمد راجع به شیعان خود باز گناه میشه. خب جناب دکتر گفتن که درباره دسته دوم صحبت میکرد. محسنی که دسته دوم میگه محکوم به فسق هستند نه کفر، چون مخالفت عملی بدون اعتقاد به او موجب کفر نمیشه. اگر اجازه بدیم ما به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی میریم به سراغ یک میان برنامه. پس از میان برنامه جناب دکتر انشاءالله بحث دسته اولش را انشاءالله پی خواهیم گرفت. خب بینندگان عزیز و گرامی با هم میان برنامه میبینیم و برمیگردیم. وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای
خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما هستیم و قبل از میان برنامه جناب دکتر داشتن در ارتباط و تقسیمات صحابه از دیدگاه محسنی که در کتابش کتاب وحدت الامه که رفیع جان اگر ایره جلدش باز دوباره نشان بتین چون بیننده عزیز و گرامی متوجه شوند، این جلد کتاب است وحدت الامه الاسلامیه. از این کتاب تقسیمات را که محسنی در ارتباط به صحابه داشت بیان کردن، یک بخشه و یک بخشش ماند و میریم به صفحه 53. جناب دکتر در صفحه 53 بودیم که بحث گفتیم که درباره اما الطائفه الثانیه فمحکومتونی خلاص شد و اما الطائفه الاولى که درباره دسته اول داشت صحبت میکرد. چون ابتدا محسنی صحابه را به 6 دسته تقسیم کرد در این کتابش و از او 6 دسته 4 دسته اخیره یا 4 گروپ اخیره گفت که هیچ مشکل ندارند، چرا که امرشان واضح و آشکار است. و اما الطائفه الثانیه فمحکومه بالفسق للكفر. و اما دسته دوم که بله 4 دسته اخیره گفت مشکل ندارن، دسته دوم گفت که محکوم به فسق هستن نه کفر. و برمیگردیم به آخرین دستهش که البته دسته اول بود. چون آمد 4 دسته اخیره، من نمیفهم که چرا این ترتیب هم در این کتاب رعایت نکرده جناب دکتر. چرا مثلا نمی این ابتدا از دسته اول گپ نمیزنه، دوم سوم میگه 4 دسته اخیر و بعد دسته اول دوم و حالا دسته اول که نظرش درباره دسته اول که نظرش قول از ما وطنی گنج ساختن یا خواننده و مبهم ساختن و پیچیده ساختن موضوع به خواننده هدفی از همه تقسیمات بود. چرا که اینا هیچ کسی نمیفهمه که صحابه چون تعریف صحابه از دیدگاه محسنی چیست. وقتی که اینجا ذکر میکنه 6 دسته 4 دسته از اونا مشکل ندارن، یک دسته ایش هم و باز هر دسته نیست. بله بله فاسق است و چیز نیست، میمونه یک دستش. پس خواننده چی میگه که شاید ایناش اکثریتش در همین 5 دسته بوده باشه و یک دسته یک اقلیت یک دسته ایش یک تعداد محدودی در این بوده باشن، چون به تعداد این تقسیم ها. خب ببینید جناب دکتر در ادامه رفیع جان اگر و اما الطائفه الاولى بتن صفحه مانیتوره و اما الطائفه الاولى درباره گروه اول یا دسته اول صحبت اما طایفه دسته اول فهؤلاء تنقسم الى 3 اقسام. پس اینها به چند دسته تقسیم میشن؟ باز می بار دیگه با 3 دسته دیگه تقسیم میکنه. خب اول الذين عادوا بعد فتره قصيره ولو في زمن خلافه الامام علي امير المؤمنين عليه السلام، کسانی که بعد از مدتی کوتاه اگرچه در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده باشه رجوع کردن به پذیرفتن حق. یعنی هدف چی است از رجوع؟ یعنی این که مرتد شد یا این که خلافت علی را اینها نپذیرفت؟ مرتد شده بودن و دید محسن مرتد شده بودن، اما زمانی که مثلا علی رضی الله تعالی عنه خلیفه شد دوباره رجوع کرد، دوباره ایمان آوردن دیگه، یعنی به علی رضی الله بیعت کردن، عقیدتا او را خلیفه برحق پنداشتن. و دلیل ارتدادشان چی میدانه؟ یعنی چرا اینا مرتد شدن؟ مجرد از این که خلافت علی را قبول نکردن؟ بله موضوع امامت حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. بله این در اینجا هم خب موضوع واضح هست. بله. اما در کتاب سورة الحق واضح تر بیان میکنه. خب اونجا میره این باز که جواب همین سوالتان از اونجا اگر نمایش هم بتیم بهتر میشه. خب دوم الذين گفته هؤلاء لا بأس عليهم بعد عودتهم، اینها بعد از برگشتشان اشکال بالایشان نیست. بعد از اینکه امامت قبول کردن، بله قبول کردن اشکال بالایشان نیست. یعنی صحابه پنداشته میشن. بله تعداد از اینا چند تاست؟ نمیشناسم، من نمیفهم چند تاست از دیگر محسن. 4 تا. جناب دکتر اشاره میکنن که تعدادی که شامل دسته اول گروپ اول هستند 4 صحابه هستند. کیا هستند؟ اینها را
جایش باید سوال کنیم و جایش در کتاب صراط از کتاب مشرعة بحار الانوار ان شاء الله الرحمن بیان میکنیم، ولی میگویم که سرفهرستان عمار ابن یاسر رضی الله عنه است. بله. خب بریم به گروه دوم، الذين اقروا. گروه دوم الذين اقروا على النص بألسنتهم، کسانی که رفیق جان نمایش بتین صفحه مانیتور. الذين اقروا على النص بألسنتهم وانكروه قلبا، کسانی که به زبانهایشان به نص اقرار کردند و قلبا به او نفاق ورزیدن، منکری از او بودند. بله. و انکروه قلبا، بله. قلبا به او منکر بودند. فهؤلاء فی حکم المنافقین، اینها در حکم منافقین هستند. اینجا ما اگر چی الذين اقروا على النص بألسنتهم، بله، و انکروه قلبا، بله، قلبا در دلشان چی کردن؟ نص پذیرفتن و اما قلبا انکار کردن. نه، به زبانهایشان پذیرفتن. السنتهم، ببخشین. بله، به زبانهایشان پذیرفتن اما قلبا انکار کردن. اگر برای ای که به بیننده ها واضح شود که مثالی از کی هست، بله، عاجل یک از صراط الحق جلد کتاب صراط الحق جلد 2. صبر کنید جناب دکتر، ما صراط الحق، بله، جلد 2 صفحه چند؟ نه، صراط الحق گفتن. بله. نه، چیز مشرعة بحار الانوار. مشرعة بحار الانوار، بله. جلد 2 همون صفحه 37 که قبلا نمایش گذاشته بودیم. صفحه 37، بله، صفحه 37 نمایش دادم. صفحه 37 است ندامة الاول عند موته. الباب باب چیز بابی است که نقطه خالی گذاشتنه. بله، نمایش داده شد. الباب 20، یعنی باب 20 نقطه. بله. ایده میتونن که باب اسم 20 مشرعة بحار الانوار است، جلد 30 صفحه 145. باب مربوط تکفیری ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهما هست. بله. و در سطر چندمی ازی است؟ در سطر یعنی از باب که بریم سطر 5. بله. میگه کثرت روایات تکفی لما قصده المؤلف المتتبع من عقد الباب، کثرت روایات کافی است برای هدف مؤلف متتبع از عقد باب. در ما متوجه نشدم جناب دکتر کجا؟ همینجا سطر 5 که بعد از و هي الكثرة العظمى؟ نه، بعد از او. لكن كثرة الروايات، بله، تكفي لما قصده المؤلف من عقد الباب، المتتبع من عقد الباب. اگر باب که عنوان بابش ما با نمایش بگذارین از پهلوی از چیز مشرعه و پس به یا که همینجا چیزا را شماره ما روایت یادداشت بکنین. شماره روایت ما اینجا ببین و علی 47. بله، اینجا میگه که روایت اگر نمایش بتون در مانیتور انشاءالله. خب میگه در روایات ای که 172 روایت هست، بله، تعدادی از اونها معتبر هست. بله. و در سطر 3 میگه ولكن روایت باب ما بین معتبره، بله، و هي الاقل كالمذكوره بارقام 47 110 130 134 136 و 141. اینا ما قبلا هم روایت هم ذکر کردیم. بله، قبلا هم نشان دادیم، اما برای بیننده در مربوط به همین مطلبی که داشتیم که از دل چی گفت؟ از دل گفت که در زبان پذیرفته بود اما از دل قبول بله. نکرده بودن. ولی میرویم در بحار الانوار جلد 30 هست. بحار الانوار، بله، مشرعة بحار الانوار. نه خود بحار الانوار از برای این همین صفحاتی که بحار الانوار جلد 30 صفحه غلاف شاول صفحه غلاف. خب
خب غلاف اصلی بحار الانوار است. بله. نمایش بتن. بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار تألیف از این میگذاریم. بعد از این تحقیق شیخ عبدالزهراء العلوی دار الرضا بیروت لبنان. خب صفحه چندم جناب؟ عنوان باب به نمایش بگذاریم. کدام باب؟ صفحه 145. همین باب 20 که در این هست. صفحه 145. 145. نه 145. اینجا کدام باب است؟ از اخیر سوم. 145. بله 145. ببین كفر الثلاثة. باب كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم. حالا عنوان باب که معلوم است. ثلاثه هم سه خلیفه اول هست. نفاق هم کلمش واضح هست و کفر هم واضح هست. صحیح شد؟ بله. یعنی ما خب این هدفی است که این بیننده ما کسایی که به زبان عربی مخصوصا ملاهای افغانستان و مولوی هایی که واقعا در این فرصت و در این برهه زمانی غافل هستند و متوجه تلبیس های مزدوران ولایت فقیه نیستند، متوجه شوند، ببینن کتاب هایشان بخوانن و از خلال این کتاب ها حقایق برای مردم روشن و آشکار بسازند تا مردم دیگر فریب مکر و نیرنگ ای کسایی که به لباس دلسوز و به لباس انسان‌های مهربان و به لباس انسان‌هایی که در فکر مصالح و منافع ملت افغانستان، در فکر وحدت و در فکر صلح و در فکر بالاخره اصلاح مردم افغانستان فریب از اینا را نخورن، متوجه شوند. خب کتاب گفتن کفر الثلاثه، باب کفر الثلاثه و نفاقهم و فضائح اعمالهم و قبائح آثارهم و فضل التبری منهم و لعنهم. خب میریم در اولین روایت 100 چند بود همونجا؟ روایت ما یادداشت نکردم. در روایت 136. 136 بله. بله. حدیث 136. صفحه چند است؟ صفحه حدیث 134 صفحه 267 134 هست. بله. 268 صفحه 268 صفحه 268 جلد سوم. خب صفحه بله. حدیث 136. بله. بله. دوستان نمایش بدن. بله. میگه که آیه و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا، این روایت از ابو عبدالله علیه السلام هست، یعنی از امام جعفر صادق. بله. میگه در تفسیر این آیات گفت که و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا قال نزلت في ابي الفصيل. من هو ابو الفصيل؟ نزلت في ابي الفصيل. ابي الفصيل. روایت بخوانیم یا اول ابو الفصیل توضیح روایت بخوانیم؟ میگذاریم بعد ابو الفصیل نمیگذاریم، بیانش میکنیم ولی بعد از بفرمایید. روایت میگه انه کان رسول الله صلی الله علیه و عنده ساحرا. رسول الله صلی الله علیه و در عقیده او به عنوان یک ساحر بود، یک جادوگر او را میشناخت. رسول الله صلی الله علیه و ابو الفصیل. ابو الفصیل رسول الله صلی الله علیه و یک جادوگر میشناخت، پیغمبر نمیشناخت. فکان اذا مسه الضر، وقتی که بیمار میشد پیش پروردگار توبه میکرد، یعنی تائبین الیه. بله. من قوله فی رسول الله صلی الله علیه و سلم ما یقول، از این گفتهش درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم میکرد؟ توبه میکرد. بله. ثم اذا خوله نعمة منه یعنی العافیه، از وقتی که شفایاب میشد نسی ما کان یدعو الیه، دعای اولش فراموش میکرد، یعنی نسی التوبه الی الله مما کان یقول فی رسول الله انه ساحر. خلاص؟ بله. ولذلك قال الله عز وجل ولذلك قال الله عز وجل بخاطر می الله تبارک و تعالی قل تمتع بکفرک. کلمه ده قل بگو استفاده ببر با کفر
قلیلا مدت کوتاه انک من اصحاب نار یقینا تو از دوزخی ها هستی. یعنی مراد از کفرش چی هست؟ یعنی امرتک علی الناس، یعنی با امارتت بالای مردم خیلی کم و خیلی محدود است. بغیر حق من الله عز وجل و من رسوله صلی الله علیه وسلم. مراد از کفری که ابو فصیل با او چیز شده بود، گفته بود که از کفر خودت استفاده ببر، چی هست؟ امارت بود؟ امارت بر مردم، درست، بدون امارت بدون حقی از جانب الله و پیغمبر. ادامهش میگه قال ثم قال ابو عبد الله علیه السلام ثم عطف القول من الله عز وجل في علي علیه السلام بخبر بحاله تا بیک به آخر میرسه. قل هل يستوي الذين يعلمون ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا برابر هستند کسانی که میدانند که محمد رسول فرستاده الله تعالی هست صلی الله علیه و سلم، والذین لا یعلمون، و کسانی که نمیدانند ایرا، نمیدانند که ان محمد رسول الله صلی الله علیه و انه ساحر کذاب، و به این عقیده هستند که او ساحر جادوگر دروغگو هست. انما یتذکر اولو الالباب، کسانی پند میپذیرند که صاحبان عقل و خرد باشند. ثم قال ابو عبده هذا تأویله یا عمار، ای عمار تأویل اون نمی هست. تأویل کی؟ تأویل ابو الفصیل، تأویل امی آیت، تفسیر امی آیت امی هست که این درباره ابو الفصیل نازل شده که ابو الفصیل پیغمبر صلی الله علیه و چی حساب میکرد؟ ساحر. عقیده داشت که یک جادوگر دروغگو هست، پیغمبر رو قبول نداشت، اما در زبان چی میکرد؟ منافق بود، یعنی برای معامله میکرد. حالا اگر شما بله، خب ابوالفصیل نگفتین جناب دکتر؟ بله، ابوالفصیل شما برگردین به صفحه بحار الانوار، همین بحار الانوار، صفحه چند؟ 145. بله، صفحه هدفتان کدام صفحه جناب دکتر؟ صفحه 194. صفحه 194. 194. خواه 194. بله. اولی صفحه. بله. بیان. الفصیل. بله. ولد الناقه اذا فصل عن امه و یکنى عن ابی بکر بابی الفصیل. لا اله الا الله محمد رسول. در کتب شیعه از ابو بکر به چی نام میبرن؟ ابو الفصیل، نامی که کنایه‌ای ذکر میکنن تا به اینکه یعنی شیعه ها متوجه بوده باشن و سنی که او روایت میخوانه متوجه و ایرم علتش میگه لقرب معنی البکر. بله، و هو الفتى من الابل والفصیل. خب اینجا باید بیننده های عزیز و گرامی و حتی ببین همین صفحه بله. با ما باشین، در همین صفحه که ابوبکر ابوالفصیل شرح داده بله، همین روایت با نمایش بگذارن در مانیتور. ببین روایتی 55 که اینجا کی ذکر میکنه، امی بالازاده صاحب بحار الانوار، البته ایرم محسنی ضمن روایت معتبر حساب نکرده، به خاطر چی؟ یه نام ابوبکر تصریح شده در روایت. بله، روایت هایی که تصحیح کرده تمام همین مطالب ذکر میکنن، اما گزینشی جاهایی را گرفته که در اونها نام به شکل کنایه ذکر شده. بله، که اگر کسی از مراجعه کنه اونجا متوجه نشه. ببینید در اخیر همین روایت چی میگه؟ این هم از ابو عبدالله هست، روایت شماره 55 در بله همین باب در بحار الانوار. قلت لأبي عبد الله جعلت في سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق قال نعم. میگه الله چیز رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو بکر صدیق نام کرده؟ گفت بله. گفتم چگونه؟ گفت همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در غار بود و
رسول الله صلی الله علیه و سلم حکایتی از کشتی جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه برش کرد و چیزهای دیگره. گفت ای رسول الله و انک لتراها؟ قال نعم. بله. قال فتقدر ان ترینیها؟ توان داری که این با من نشان بدی؟ قال ادنو منی. گفت به من نزدیک شو. قال فدنا منه فمسح على عینیه. پس ابوبکر با اون نزدیک شد، پس بر چشمهایش مسح کرد. ثم قال انظر. گفت نگاه کن. ابوبکر نگاه کرد و کشتی را دید. فرع السفینه و هی تضطرب فی البحر. کشتی را دید که در بحر در حال حرکت است، حالان که جعفر ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه سال 7 هجری در کشتی سوار شده از حبشه، پس به چیز آمد در سال خیبر. و این داستان در سرور دروغگو میگه حافظه نداره. خب بعد ثم نظر الى قصور اهل المدینه. بعد از او به قصرهای اهل مدینه نگاه کرد. وقت کاخ داشتن اهل مدینه. خب اینش گفتم دروغ اول که گفت به دومش می فقال فی نفسه. پس ابوبکر در دل خود گفت الان صدقت انک ساحر. فعلا من باور کردم که تو جادوگر هستی. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم الصدیق انت، تو صدیق بودی. یعنی نبی اکرم میگه که این لقب به طوری کنایه برایش گفته که یعنی تو کذاب هستی اگر بخوان. و سپس در روایت بعدی وجه تسمیه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه را بیان میکنه. با فاروق کی او مسلمان ها را تقسیم کرد و جهت کفر، هر کس که در جهت او بود چه میشه؟ جهت باطل و کفر می باشه. بعد از او ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه را ذکر میکنه که چرا امین امت گفتن. میگه که اینجا این نکته متوجه باشه که این هم از جمله کسایی است که در ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه طبق همین روایت بحار الانوار از جمله کسایی است که در همین نوع چندم بود، نوع دومی از دسته اولی تقسیمات طولانی محسنی به شمار می رود. میگه فقلت فلما سمى سالما الامین. چرا سالم یعنی نام ابو عبیده ابن جراح چرا او را امین گفتن؟ قال لما كتبوا الكتب وضعوها على يد سالم فصار الامین. وقتی که پیمانه ها برای نوشتن، این پیمانه هایی است که در روایت 146 بود، روایت اخیری محسنی که تصحیح کرده بود. ما از روایت ما برگشتم جناب دکتر. من اونجا میروم، شما چون پیش ما 141 در بحار الانوار. بله بحار الانوار. بله 141. حالا میگه چرا امین گفتن؟ میگه که همین چیزها را پیش از او گذاشته بودن. بله 141 صفحه. بله 271. بله حدیث 141. بله حدیث 141. محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد قال يعني فلان و فلان و ابا عبیده ابن الجراح. این میگه که اینها بر ضد که رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلان کرد که علی باید خلیفه باشه، اینها با هم نشست کردن و یک پیمان نامه نوشتن. اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، که در برای منافقین ذکر شده که بر ضد رسول الله، بر ضد مسلمان ها پنهانی مشوره ها میکردن. میگه مراد از فلان و فلان است، یعنی ابوبکر و عمر رضی الله عنهما و ابو عبیده ابن جراح که نام ابو عبیده تصریح بود نه؟ بله. خب میگه امین به خاطر گفتن که همون جا که پیمان نامه نوشتن بر ضد علی رضی الله تعالی عنه چی بود؟ این خطا پیمان نامه را پیش کی نگاه داشتن؟ پیش ابو عبیده. پیش ابو عبیده. و بعد از او برای سعد ابن میگه که چرا سعد ابن ابی وقاص چیز گفتن؟ چرا ایرا گفت که اتقوا دعوت سعد؟ بله یعنی از دعای سعد خود نگاه بداره. و مراد از دعوه حساب نمیکنه. این مطلبش در همون صفحه 194 هست. میگه قال قلت و کیف ذلك؟ قال ان سعد یکیر فیقاتل علی علیه السلام. میگه سعد دوباره خود در این وقتی که در خلیفه بود، بله،
سعد رضی الله عنه زنده بود، سال 54 وفات کرد سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه. میگه در این جریان جنگ جمل و صفین، در جریان از یک با علی رضی جنگ نکرد، دوباره بعد از رجعت علی هم واپس دوباره زنده میشه و بله این هم دوباره زنده میشه و باز در مقابل حضرت علی جنگ میکنه. این حدیث 56 بود نه؟ 56 که در میگه قلت فقال اتقوا دعوة سعد قال نعم قلت وكيف ذلك قال ان سعدا یکر فیقاتل علی علیه السلام. میگه دوباره برمیگرده و یعنی در زندگیش که با اون جنگید، لیکن دوباره رجعت میشوند همگیشان، که این رجعت محسنی هم در همبستگی و دیگه کتابایش قائل است. خب پس اینجا واضح شد برای بینندگان عزیز که مراد محسنی از همین از تقسیمی که اینجا داشت، تقسیم سوم بود نه؟ بله، دسته اول، دسته دوم، دسته واما الطائفة الأولى فتنقسم إلى 3 أقسام. بله دومش الذين أقروا على النص بألسنتهم وأنكروه قلبا، بله فهؤلاء في حكم المنافقين. بله. يعني إسحاب این منافق در رأسشون کی بود؟ أبو بكر عمر و عثمان طلحه ابو عبیده سعد بن ابی وقاص و اینها، بله رضی الله عنهم اجمعین. سومش میگویم این نکته را باید توضیح داده شود که بیننده های عزیز و گرامی وقت محسنی این تقسیمات آورد، در تقسیمات در بخش اول تقسیماتش باز به 3 گروه تقسیم کرد که در گروه دومش که میگه الذین اقروا که بر نص اقرار نمودن، به زبانشان اقرار نمودن و در دلشان او را انکار کردن، اینا حکم این دسته حکم منافق است. یعنی اینها منافقین هستند و منافقین کی هستند؟ کسای از صحابه را که توضیح میته دیدیم در کتاب مشرعت و بحار الانوار که بله جناب دکتر فروی از همون گفتم ما در برنامه گذشته یک توجیه محسنی را بیان کرده بودیم که میگه که عمر رضی الله تعالی عنه چرا علی دخترش به او داد و همچنین رسول الله صلی الله علیه و چرا عایشه را گرفت، حالا که چیزاست چرا از منافقین مثلا میگه چرا دختر منافقین بگیری؟ او توجیه کرد میگه که منافقین دختر بده. بله نه، اونجا میگه که ازدواج مسلمان ها با منافقین و از منافقین با مسلمان ها جایز است. جایز است. و در کتابش فکر کنم در کتاب جنگ در تاریکی. بله لذا این فتوای چیزا را نقد میکنه، فتوای بعضی یا نظریه و توجیه بعضی علمای شیعه را که این اهل سنت یا نواصب در حکم کی هستند؟ در حکم اهل کتاب. اونجا میگه که از اهل کتاب دختر گرفتن درست است، به اونها دختر دادن درست نیست. اینجا عمر از علی دختر گرفته، دختر حسین رضی الله عنه را کی گرفت؟ مصعب پسر زبیر رضی الله عنه گرفت و نواسه دیگری از اونها در دستی نواسه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود. بله. خب پس اینجا چیزها متعدد شد. اینجا توجیه میکنه، میگه اونها چون منافق بودن از منافق گرفتن و به منافق دادن به خاطر آسانی مسلمان ها جایز هست. خب جد امام جعفر صادق که جناب دکتر مگر اگر بیم جد از طرف مادریش اگر بگیم خب امور میگه که اونها چیز بودن، لذا تصریح میکنه با موضوع ازدواج رسول الله صلی الله علیه و با عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها را هم از این باب حل میکنه. خب سوم الذين انكروه قلبا ولسانا فهم رفیع جان نمایش بده صفحه لپتاپ مرا. الذين انكروه قلبا ولسانا فهم کفار، کسانی که ایرا از قلب و از لسان از دل و زبان انکار کردن، پس اینها چی هستن؟ کفار هستن. خب این گروه چی شدن؟ مرتدین شدن. بله. حالا در اخیر بیان میکنه که تلبیس خود تکمیل میکنه، میگه ولا یدرى عدت هذه الطوائف و من اتباعه. میگه این گروه ها را هر کدامش تعدادی افرادش نامعلوم است، دانسته نمیشه و که چند نفری از اونها بود، لذا همگیشان میروند همه صحابه که دانسته نشدن که از کدامش هستن داخل میشوند در چیز؟ در مجهول الحال.
مجهول الحال. اقل شيء اگر دانستنش چی میشه داخل میشه در مجهول الحال و دانستش چی میشه مجروح. ويستحيل تكفير الناس بمجرد الاحتمال في الناس بمجرد الاحتمال کی در صفحه 54 کتاب وحدت الامه است. خب و اذا قيل ان السماع اگر گفته شد که شنیدن و فهم در فروع یوجب تنجیز تکلیف، برای اینکه یک انسان مکلف باشه مسئولیت داشته باشه واجب هست. فعليه يعذر الذين لم يسمعوا ولم يفهموا. حالا موضوع اون گروه های اول شرح میده. پس بنابر این هم اگر گفته شود، حالا در دیگه جایش میگه که ناسبی کسایی که با علیرضا مخالفت کردن اونها تابع و متبوع همگیش یک حکم داره. خب فعلی اینا معذور شونده میشن کسانی که نشنیدن و نفهمیدن. اما عدم الاعتقاد به اصول الدین، اما عدم اعتقاد به اصول الدین فیوجب الکفر مطلقاً. فیوجب الکفر مطلقاً. پس کفر چی میکنه؟ مطلق کافر بودن ثابت میکنه. خب در مطلب بعدی ایره ذکر میکنه که نقول فی جوابهم، در جوابشون میگه ولکن الامامه لیست من اصول الدین بل هی امامت ذکر میکنه در جای دیگر هم که امامت از جمله اصول مذهب است نه اصول دین. حالا اینجا میگه از اصول دین نیست بلکه از اصول مذهب است. این جوابی در هر جایی که نوشت این جوابی چی است؟ تلبیسی هست. این جواب تقیه‌ای و منافقانه هست. در کتاب وحدت اسلامی در کتاب جنگ در تاریکی هم عین موضوع به فارسی نوشته. خب بله. خب در چیزهای بعدیش ذکر میکنه که بله بعدش ذکر میکنه که ما اهل سنت هم مسلمان میدانیم و نأکل من ذبائحهم بله و هم طاهرون و اموالهم ارواحهم و نواسیمهم محترمه و نوامیسهم محترمه مع عدم قبولهم الامامه، با آنکه امامت قبول ندارن ما اونها رو چی میدانیم؟ خب ما این موضوع بحث ما نیست. همین رو میخوایم چیز میکنیم ان شاء الله. و بذلك نفهم من امامه لیست من اصول الدین. امامت از اصول دین نیست. عظیم میفهم. ما در برنامه چیزی قبلی که خواندیم در برنامه گذشته به بینندگان عزیز از مشرعت بحار الانوار جلد اول صفحه 378 و 379 که با او برنمیگردیم ثابت کردیم که وقتی که محسنی مسلم میگه تقسیم کرده اونجا به چند دسته؟ 3 دسته. بله. و حتی در همین کتاب‌هایش هم میگوید، در همین وحدت امه اسلامیه و دیگر کتاب‌هایش هم بیان میکنه، نصوص میاره که مراد از مسلم کسی است که صفحه چند است جناب دکتر؟ در مشرع بحار الانوار هدفتان شما کتاب مشرعت بحار الانوار میخونه؟ نه اینجا کتاب چیزی میگفتم، اینجا کتاب همین کتاب اصلی که هست وحدت الامه صفحه چند؟ در صفحات قبلی از این در این یک نصوص ذکر میکنه، با الفاظ ذکر نمیکنه، نصوص میاره در موضوع صفحه 36 بله بله رفیق جان نمایش از 35 شروع میشه و در 36 صریح‌تر هست. خب صفحه 36 چی میگه؟ بله صفحه 36 امور روایت بالا را اگر شما بخونه واضح میشه. 36 پیش من از کتاب بتین من نمایش میتونم از اینجا هست. صفحه 36 پیشتان هست، 35 نیست اما 36 هست. 36 صفحه 36 هست. بله این 35 اینجا شروع میشه. مفهوم الاسلام. رفیق جان اگر خود کتاب نمایش بده چون صفحه از اسکان نیست، خود کتاب اگر نمایش بده صفحه 35 عنوان در گذاشت کتابم عنوانش ببینن وحدت الامه الاسلامیه. بله خب بله میگه عنوان چیزا بخوان مفهوم الاسلام فی احادیث الشیعه. بله در این احادیث بیان میکنه که مراد اسلام والاسلام ما ظهر من قول او فعل وهو الذي عليه جماعه الناس من الفرق كلها. بله وبه
بله. حقنت الدماء، حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان. خب در صفحه بعدی که صفحه 36 اسمه از صفحه لابتوب نمایش میتم. رفیق جان نمایش بده. الاسلام شهادة لا اله الا الله والتصديق به رسول الله صلى الله عليه وسلم به حقنة الدماء. بله. اسلام گواهی شهادت لا اله الا الله و تصدیق بر رسول الله صلی الله علیه و سلم به حقنة الدماء. این روایت هست. و علیه جرت المناکح والمواريث، نکاح، احکام ازدواج و احکام میراث بر چیز بنا شده؟ برای استوار است، بر شهادت ان لا اله الا الله و تصدیق. اخیرش ببین و علی ظاهره جماعت الناس، بر ظاهری ازی هستند جماعت مردم. یعنی هدفش چیست؟ یعنی گروه دسته های مردم بر حکم ظاهری ازی با اونها تعامل می شود. و ایره ما در والاسلام ما علیه المناکح والموارث و حقن دماء. بله. ولیکن ولایت میگه که فيما بني عليه الاسلام هو الاسلام بالمعنى الاخص. اسلام به معنای اخصش اسلام شیعه هست. خب إذا كجا نفهم من هذه الأحاديث أن المراد بله من الأحاديث الدالة على اعتبار الولاية فيما بني عليه الإسلام. نمایش بتره في جون سفره ایکی ولایت بنای اساسی اسلام هست، این مراد از اسلام خاص هست به معنای اخص هست، یعنی تشیع. بله، يعني أنها شرط في التشيع وليس شرط في مطلق. بله في مطلق إنكار الرسالة. بله في مطلق تا به آخری مطلب که الاسلام در صفحه 37. بله بله میروه. اما در کتاب مشرع بحار الانوار، بله مشرع بحار الانوار وقتی که صحبت میکنه در جلد اول صفحه چند؟ 300 چند؟ 378 و 79 78 378. خواه میگه که رفیقان نمایش بده. بله اونجا صریح میگوید، اونجا با ابهام ذکر کرد، مبهم مجمل که باز هم تو نفهمه، چون کتاب برای کی نوشته؟ در اخوت برای احمقای اخوت نوشته به حساب خودش. میگه که فإن الاسلام هو سطر اخیر، طرف اخیر صفحه. بله اقول که شروع میشه، اقول المجتمع. بله خب بعد از سطر سوم فإن الاسلام هو مجرد الإقرار بالوحدانية والرسالة وعدم الإعلان بالمخالفة والإنكار على رسول الله سواء اعتقدوا بالله ورسوله في نفوسهم أم لا. بله. اسلام میگه مجرد اقرار، این شهادت که اونجا بود اقرار با وحدانیت الله و رسالت پیامبر صلی الله علیه و و عدم اعلان مخالفت و انکار بر رسول الله این علنی نسازه. بله. سواء برابر است که اعتقدوا بالله و رسوله فی نفوسهم ام لا، در نفسهایشان به الله و رسول عقیده داشتن یا نداشتن. إن المجتمع الذي بناه رسوله بمساعدته مجتمع پیامبر صلی الله علیه و كان مجتمعا اسلاميا ومن شأن هذا المجتمع أن يعيش فيه المؤمنون والمنافقون معا. حالا منافقین بیان میکنه. بله. که اسلام چی رو میگه؟ مجرد اقرار زبانی رو میگه و در ظاهر نمایی که در ظاهر خودش به مسلمان ظاهر بکنه اگرچه عقیده نداشته باشه. حالا سطر بعدیش ببین، یک سطر بعد وكان جمع منهم مسلمين أي فاقدين للاعتقاد الجازم. گروه جماعت از اونها چی بودن؟ مسلمان بودن. یعنی چی؟ فاقدین للاعتقاد الجازم، فاقد عقیده بودن، عقیده نداشتن به دین، مع بنائهم على الاسلام، ما اینکه در ظاهرا حرکات و چیزایشان مبنی بر چی بود؟
بر اصول و فروع اسلام بود، على الظن و الشک. وكانت جماعة على إنكار ظني أو جزمي لوجود الله أو لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقط که این جماعتش مراد ابوبکر و عمر اینا هست که میگه اصلا از ریشه انکار داشت میکردن. باز چی میگه؟ ولكن اقروا بالاسلام خوفا من المسلمین او حیاء من عشیرتهم، تا چیزهای دیگری را بیان میکنه که یعنی با این صحبتایش میخواه که مکتب رسول الله، میخواد که شاگردای مدرسه رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحابه کرام را که با فدا کردن همه دار و ندارشان، جانشان، مالشان، همه چیزی که در دست داشتن جان فشانی کردن، فداکاری کردن به خاطر که اسلام با ما برسانن. وقتی که این میایه، این چی بگم، این مجرم بگم، این سفاک بگم، این منافق بگم، هر چی که بگم، وقتی این میایه تمام صحابه را بجز چند تا انگشت شماره که او را هم برش اعتقاد ندارن، اینها را تکفیر میکنه و اینها را منافق میگه و به اینها میگه که اسلام از روی ترس و یا حیا از قوم و قبیلهشان یا مطالب سیاسی یا مطالب سیاسی یا موضوعات سیاسی اسلام پذیرفتن. این میایه تمام صحابه را تکفیر میکنه، تمام صحابه را مورد سوال قرار میده. پس این دین اسلامی که به ما رسیده پس دین باطلی است اگر به این اساس فکر از این انسان به اسلام باور داشته باشه. در حالی که باز از یک طرف میرن، مثلا ابو طالب که تا آخر مسلمان نشد، تا آخر به خاطر ازی گفت که نمیخوایم که قوم بگن که ابو طالب از دین قومش یا از دین عشیرهش یا از دین خویشاوندایش خارج شد و به دین دیگری پیوست. اونجا اون مسلمان قلمداد میکنن. اما تمام صحابه که همه چیزشان دادن. حالا امروز میایه بعضیا مثل ازی صحابه را متهم به نفاق و متهم به کفر میکنه. یعنی من نمیفهم، کتابش موجود است، ما سطورش در اینجا نمایش دادیم، همه چیز واضح است دیگه. عزیز زیاد نمیشه برای بیننده عزیز و گرامی، برای کسی که دنبال حقیقت میگرده توضیح بیشتری را کرد. خب بینندگان عزیز و گرامی، به اجازه شما باز هم یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و پس از دیدن این میان برنامه انشالله شما عزیزان اگر گفتنی در عباره، اگر سوال در عباره دارین، میتونین پس از دیدن میان برنامه انشالله از طریق تلفن برنامه که زیرنویس میشه سوالتان مطرح بکنید. ورد زبانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. سوزد درونم از شوق رویش، فیض کلامم نام محمد، فیض کلامم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. تا هست جانم در دار فانی، هر لحظه خوانم نام محمد، هر لحظه خوانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد،
ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. در روز محشر از آتش آلود باشد امانم، نام محمد باشد امانم. خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. بگذشتم من عیش جهان را، عیش جهانم نام محمد، عیش جهانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد دوباره در خدمت شما هستیم و تلفن‌های برنامه هم لحظات بعد زیرنویس میشه و شما میتونین در ارتباط و موضوع برنامه اگر گفتنی صحبت سوال دارین مطرح بکنین. برمیگردیم خدمت جناب دکتر احسان الله مبارز. جناب دکتر در صفحه فکر کنم که 52 کتاب 53 کتاب وحدت الامه الاسلامیه یا وحدت امت اسلامی در اخیر محسن میگه که ولا یدرى عدة هذه الطوائف ومن اتباعه. تعداد یا شمار این گروه ها، این تقسیم بندی که از صحابه کرد، تعداد صحابه میگه معلوم نیست که چقدر هستند و اتباع و پیروای از اونها چه کسانی هستند و یستحیل تکفیر آلاف من الناس به مجرد الاحتمال که میگه به مشکل میتوان به مجرد یک احتمال هزاران نفر تکفیر کرد. اما فکر نمیکنید خود عین این کلمه عبارت اول با عبارت دوم یک نوع تضاد داره؟ وقتی تو تقسیم بندی میکنی همه را تکفیر میکنی و بعدش میای میگی که تعدادشان و گروهشان معلوم نیست. از این نوع تلبیسا محسنی در کتابای زیاد داره. من فکر میکنم که حتما شاید در کتاب دیگر این تعدادشان را بیان کرده. من نمیدونم که از نگاه محسنی، از دیدگاه محسنی تعداد صحابه چند تن هست، یعنی ما با چه اشخاص میتونیم صحابه بگیم، صحابه که به معنای کلمه باشه. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه من تبع هداهم الی یوم الدین. و بعد موضوع تلبیسات محسنی موضوع روشن و واضح هست. اون قسمی که در همونجا خواندیم که گفته بود که از اصول دین
مثلا امامت از اصول دین نیست به این کاری از او کس کافر نمیشه. بله. و در اینجا میگه که نسی که در امامت بود صحابه قبول نکردن لذا کافر شدن. بعضی‌هاش تقسیماتش خودش روشن میکنه. سبحان الله. عجیب. خب در کتاب یعنی در اونجا صحابه را به دلیل ای که امامت حضرت علی المؤمنین علی ابن ابی طالب قبول نکردند اونها را تکفیر میکنه. بله. حکم به کفرشان صادر میکنه. بله. و حتی در اما در جای دیگر میگه که ای از اصول مذهب است، یعنی میشه. بله. حتی در کتاب سورة الحق جلد 3 صفحه 173 و 170 عنوان میگذاره که چیز باب الثاني في ان الامامه من اصول الدين. کتاب چی گفتین؟ سورة الحق. سورة الحق جلد؟ بله. جلد 3 صفحه 173. خب صفحهش اینجا پیش من فکر کنم مشخص نیست. 173. خب 173 ترتیبشان هم نظر نیست. 74 هست پیش من، 73 نیست. برگردین طرف دستی چپ. ابتدا دستی چپ میرسن چون مرتب نیستن. خب بیننده های عزیز و گرامی با ما باشن. پهلو 174 173 است. در دستی چپش 187 86 82 74 هست. پهلوی بعد از او فی ان الامامه من اصول الدین. بله. اینجا عنوان گذاشته که امامت از اصول دین هست. بله. بعد از او در همون سطرش میگویه که ای که وجوب نسب امام بر الله تبارک و تعالی، نسب امام بر الله واجب باشه، بیانگر از این است که ان الامامه کن نبوت من اصول الدین، مانند نبوت از اصول ایره میگذاریم جناب دکتر. حکمی از ایره به بیننده که ما توضیح دادیم، بیشتر از این نمیشه توضیح بدیم جناب دکتر. در اونجا میگه که امامت، کسی که به امامت باور نداشته باشه او را ما نمیتونیم کافر بگیم، چون امامت از اصول دین نیست، از اصول مذهب است. اما اینجا میگه که ثبت ان الامامه كالنبوة من اصول الدین، امامت همانند نبوت از اصول دین است، از اصول دین است دون الفروع المتعلقه بافعال المكلفین. خب جالبی که در مقطع بعدی تصریح میکنه که لم یقع و يدل عليه خط دومش میگه ارتداد الصحابه. روایت دلالت فانه لم يقع حادث بعد وفاه النبي يوجب ارتداد جمع من الصحابه الا الخلاف في مساله الخلافه والامامه. بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله هیچ مسئله واقع نشده که دلیل ارتداد صحابه باشه مگر مسئله خلافت و امامت. لذا ای از اصول دین هست. در صفحه 74 بعد در اولش بیان میکنه ولا نعلم امرا اوجب انحراف الاصحاب وانقلابهم فهي من اصول الدین. پس همین مطلب در صفحه 195 بار دیگر تکرار میکنه که بینندگان عزیز به حواله میتیم چون وقت نیست. بله وقت نیست، خودشان رفته ببینن و انشاءالله رحمان درسشان خواهیم گذاشت. صفحه چند گفتین جناب دکتر؟ 194 اینجا 194 هست پیش ما. 95 هم هست. 95 نمایش بده رفیع جان. در کجا 95 هست؟ 190 يرد على الحوض رجال من أصحابي. يرد بله على علي يرد علي هو چیز است. يرد علي الحوض رجال من أصحابي. 194 ببینیم. خب اگر مشکل نیست چون توضیح داده شد، هدف اصول دین بود که در یک جا امامت از جمله اصول دین تلقی میکنه و در جای دیگر تلبیس میکنه، میگه امامت از جمله اصول دین نیست بلکه از جمله اصول مذهب است و کسی که به امامت باور نداشته باشه ما او را نمیتونیم تکفیر بکنیم
و در حالی که دیدیم که از آغاز برنامه تا انتهای برنامه، چون بحث تقسیمات صحابه از دیدگاه محسنی بود، دیدیم که تقسیمات وقتی را به شکل اجمالی آمد به 3 دسته تقسیم کرد، بعدش به شکل تفصیلی رفت به 6 دسته تقسیم کرد، 4 دسته اخیره گفت مشکل ندارن، بعد دسته دوم توضیح داد، باز رفت دسته اول و 3 گروپ دیگه تقسیم کرد. در نهایت یک نمیفهم که من چی توصیف کنم، امو اصطلاحی که جناب دکتر به کار بردن فقط خواسته که بیننده را، خواننده را، یعنی فرد که دنبال حقیقت است او را گیج بکنه و سردرگم بکنه و گنگس بکنه و نفهمه که اصلا این محسنی چی داره میگه. خب من میرم به سراغ یکی دو مکالمه. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بفرمایید بیننده عزیز. بینندگان گرامی، هر کسی که میخواه صحبت بکنه به برنامه مستقیما وقت تماس میگیره از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشه و صدای تلفنش خاموش کنه، چون قطع میشه و وقت خودم ضایع میکنه وقت ما رو. خب برمیگردیم مثل که قطع شد. جناب دکتر بفرمایید. به حساب تعدادشان در مشرعه بحار الانوار جلد 2 صفحه 25. مشرعه بحار الانوار، مشرعه بحار الانوار جلد 2 صفحه 25. جلد 2 صفحه 25 چی میگه؟ بله. خب بعد از او که یک روایت را نقد میکنه، میگه فإن الخلیفة لم يصل الى السلطه الا ببيعتهم لا بقوة خارجیه كالجيش. در کدام سطر جناب دکتر؟ سطر 4. سطر 4 خواه. فإن الخلیفة لم يصل الى السلطه. بله. خب مسئله ای را ببینید که علی رضی الله تعالی عنه بر رضا و رغبت خود بیعت نکرد، به زور بیعت کرد. بله. و در اوجه میگه مسئله که بعضی گفتن که اگر علی بیعت نکنه ما در جنگا با مرتدین شرکت نمیکنیم، میگه این درست نیست. میگه به خاطر که خلیفه قدرت نرسید مگر به بیعتی از اونها. این هم خوب لا بقوة خارجی. میگه و انا اطمئن انه لو كان مع علی 100 رجل او 40 رجلا لم يحرم من حقه. اگر با علی 100 نفر می بود یا 40 نفر می بود از حقش محروم نمیماند. اینجا میگه چند تا؟ 40 تا یا 100 تا؟ 100 تا یا 40 تا اگر می بود حد محروم نمیماند. صفحه بعدی 26. بله. باز میگه. بله. چی میگه؟ میگه که بعض الروايات المعتبره در صفحه سطر 4. سطر 4 بعض لكن مضافا الى ضعفه سندا. یک حکایت را ذکر میکنه که ينافيه بعض الروايات المعتبره الوارده في ارتداد النص. اونجا موضوعی است که نقل المؤلف المتتبع رحمه الله قصه انكار 12 من الاصحاب على خلیفه. بله. میگه که مؤلف متتبع انکار 12 نفر از صحابه بالای خلیفه اول ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که میگه حق علی را چرا غصب کردی، این ذکر کرده. چند تا انکار چند تا را ذکر کرده؟ 12 نفر. 12 نفر انکارشان ذکر کرده. بعد میگه این به حساب که سندن هم ضعیف هست. او همونایی که گفته بود که در بعد باز رجوع کردن، بله، روی از اونا بحث میکنن در زندگانی حضرت علی. بله. خب میگه حتی 12 نفر میگه قبول نداره. چی میگه؟ ینافیه بعض الروايات المعتبره الوارده في ارتداد الناس الا 3. این 12 نفر هم میگه که قابل قبول نیست، به خاطر که روایت معتبر نزد ما است که همه مردم مرتد شدن مگر 3 نفر. 3 نفر. مگر 3 نفر همه مرتد شدن. چون لابد على هذا من استثناء 12 رجلا. خب اگر ما این روایت قبول بکنیم، یعنی باید 12 نفر 12 نفر ما قبول کنیم مسلمان. فإن الظاهر ان هذا الانكار وقع في اوائل خلافه عتيق مرض ابو بكر الصديق رضي الله عنه. لا اله الا الله. وما ورد في خصوص عمار وانه ليس في مرتبه سلمان وابي ذر والمقداد. میگه کانچه که در باره عمار آمده و یکی او در مرتبه سلمان و ابوذر مقداد، او 3 نفری که مرتد نشده بودن کی هستن؟ ابوذر، مقداد و سلمان فارسی.
وهؤلاء الثلاثة عند الشيعة الإمامية في المقام الأعلى بالنسبة إلى سائر الصحابة. خب سایر صحابه اصلا شما کی بله. بودین؟ همه را نه. تکفیر کردین. ها دار عمار رضی الله عنه ولی میگه که نزد شیعه جایگاهی از اینا را نداره. بله. والوجه فيه ظاهرا هو اختصاصهم و وجهش هم ظاهر است که اونها اختصاص داشتن به دفاع از اهل بیت. بله. در حاشیه هم همین مطلب ذکر میکنه که اگر چیز می داشت در حاشیه ما حاشیه را میارم. بله. میگه که ولذا قلت ما في بعض من جمع 40 رجلا مسلحين بالسيف اقرب. خوی مطلب دیگه چیز ذکر میکنه میگه که ولكن المهاجرين بين مبغض له بقتله. میگه 100 نفر جمع نشد با علی رضی الله عنه 100 رجل بله. لكفوه في وصوله. 100 نفر میافت با قدرت حتما میرسید. بله. لكن المهاجرین مهاجرین یا او را به علتی که خیشایشان در جنگ‌های با رسول الله صلی کشته بود. به خاطر که بعضی اقربایشان کشته بود و یا حاسدی که فضل و مقام و رئاسة یرید الحکومه. خب ابوبکر صدیق رضی الله عنه را میگه والانصار اذلوا انفسهم بالاختلاف. انصار هم خود ذلیل کردن به اختلاف. این مطلب چیز است. بعد از او محسنی در صفحه بعدی 32 در صفحه 32 بله بله صفحه 32 نمایش دادیم بله. در اینجا میگه که فإن تعداد ماندگیش فإن علي وأصحابه الثلاثة أو الخمسة لم يكونوا يقاومون من بايع الخليفة من الجماعات. با علی چند تا مانده بود؟ خب اینجا دیگه صحابه اینا چی میکنن؟ مثلا حسن و حسین مگر اینا صحابه نبودن؟ اونا طفل بودن. اونا از اهل بیت هستن. اونا استثناء هستن. اونا استثناء. خب یا نمیدونم استثناءشان میدونن یا نه ولی همه حسن زن هست. خب بعد از او جلد اول بیاین. جلد اول مشرع بحار الانوار. اینجا تا به حال به 3 تا رسیدو. جلد اول مشرع بحار الانوار صفحه 398. فقط یک تصویر زیر مشرع بحار الانوار. خب صفحه چند؟ صفحه جلد اول صفحه 398 و 390 398 399. خب 98 چی هست؟ نمایش دادم. رفیع جان نمایش بده صفحه را. اخیر صفحه میگوید. بله. از تفسیر عیاشی در نقل مرسل است کان الناس اهل ردة بعد النبی الا ثلاثه. در کان الناس اهل ردة بعد النبی الا ثلاثه. اونجا گفته بود تعداد معلوم نیست. اینجا چی میگه؟ بله. تعداد معلوم شد یا نه؟ بله. تعداد 3. همه صحابه مرتد شدن به نظر محسنی غیر چند نفر؟ 3 تا. در همون دسته ششمی که حساب کرده بود. ثم اینجا باز یک ثم عرف اناس بعد یسیر. بعد از کمی باز یک تعدادی های شناختن باز اونها هم چی شدن؟ مسلمان شدن. روایت بعدی که ذکر میکنه قلت لأبي عبد الله ارتد الناس الا ثلاثه. بله. ابو ذر و سلمان والمقداد. قال فقال ابو عبد الله. اون نفرایی که بعد یسیر فهمیدن اونها را بیان میکنه. فأين ابو ساسان و ابو عمرو الانصاری. یعنی چرا اینا در اینا که جواب هستن؟ اینا هم در جمله چیزا هستن. اینا در پسان صفحه بعدی زیر نمایش بگذارن. صفحه 399. چون همین اخیری همون روایت قبلی را اخیرش بعد دوباره. بله. بله. اخیرش چی میگه؟ ليس في سند الرواية من يتوقف لأجله بل كلهم ثقات. تمامشون ثقات سوا شيخ الكشي. سوا شيخ غير الشيخ الكشي دیگه همگیشون ثقات هستن. ولی صفحه بعدی یعنی روایت هم معتبر است. همه‌اش ثقه است میگن. خب میگه که شیخ کشی هم روایت از او مشهور است. لم تضر جهالته بصحة الرواية. جهالت از او در صحت روایت کافی ضرر نمیرسونه. اونجا یعنی روایت قبلی نزد محسنی چی است؟ معتبر و صحیح است. خب ثم الارتداد. اینجا قول محسنی خودش است.
میگه ثم الارتداد كما في موثقة الحارث النظري ايضا وفي ذيلها. بعد ارتداد ای والله هلكوا الا ثلاثه، میگه هلاک شدن مگر 3 نفر. قسم به خدا، سوگند به الله. بله. هلاک شدن مگر چند نفر؟ مگر 3 نفر. کدام 3 تا بود؟ سلمان، مقداد و ابوذر. و ابوذر. حتی یک جای دیگه ابوذر هم قبول نداره. اخیر ازمی ابوذر هم بالاش ملاحظه داره در اخیر همین صفحه. میگه ثم لحق ابو ساسان و عمار و شتیره و ابو عمرو فصاروا کم 7. بعد از اون ابو ساسان و عمار ابن یاسیر و شتیره و ابو عمرو اینها پیوستن. پس چند تا شدن؟ جمله 7. جمله کسایی که از اول تا اخیر از دید محسنی حتی اونایی که بعد از یک بار مرتد شدن پس دوباره گپ فهمیدن مسلمان شدن، در اون تقسیمات طولانی که 2 صفحه در اون کتاب در بر گرفته بود، چیز که در نزد محسنی جمله مسلمان هایی که باقی از صحابه مسلمان باقی ماند تا وقت وفاتشان چند تا شد؟ 7 تا. 3 تاش از اول مسلمان مانده بود، تعداد کسایی که در تقسیم ششمش داخل است، و این دیگرایی که پس از قسم اول در پسان باز برگشتن و گویا به ایمان آوردن. پس چند تا شدن؟ 7 تا. از دید محسنی در میان تمام صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چی بر اسلام بر ایمانش ثابت ماندگی و چی مرتد شدگی و باز مسلمان شدگی در زمان خلافت علی رضی الله تعالی عنه، چند نفر شدن؟ 7. از 7 تا بیشتر نبودن. که اگر اینها یعنی حقیقتا بعض از برخی از صحابه را مثل خب حسن و حسین هم اینا پس از جمله صحابه حساب نمیکنن، یا ای که اونها حسابشون جداست، اونها ائمه هستن، چون خود حضرت علی هم صحابی بودن. بله. اینا بغیر از اینا، بجز از اینا. حتی اینجا جالب است، عباس رضی الله تعالی عنه عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم صفیه، خب عقیل و اونا هم جزء اهل بیت حساب نمیکنن. نزد محسنی اهل بیت و شیعان اهل بیت 5 نفر است. علی رضی الله عنه، فاطمه رضی الله عنها، حسن و حسین و رسول الله صلی الله علیه و سلم. از این 5 تا بیرون در عصری هایشان چیز نیست اهل بیت. اونها هم از دیدشان چیز کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم عباس رضی الله تعالی عنه، پسرایش، حتی در یک جا تصریح میگه کاش که غیر از عبدالله اینا هیچ کدام بچه‌هایش نمیزاید چیز میموند، عقیم، یعنی عقیم میموند، قاق پشت میموند که هیچ کس از او تولد نمیشد. راجع به عباس رضی الله تعالی عنه میگوید. خب اینجا در چیزی بعدش میگه که یحمل علی الارتداد من الامام لا عن الاسلام. خب ما اسلام تشریح کردیم که اسلام محسنی چی هست، و مرتد از دید محسنی مرتد از امامت مرتد از چی هست؟ از دینی مبین اسلام و از ایمان هست، و اسلام در او باقی میمونه. یعنی اسلام چی معنی؟ یعنی نفاق، یعنی منافق باقی میمونه، اما ایمان با او از ایمان مرتد میشه و نفاق در او میمونه. تشکر جناب دکتر. در پایان این برنامه باز هم جهان سپاس و امتنان دارم که در برنامه دیگر از سری برنامه‌های قلبی آسیا که در ارتباط و افکار و عقاید محسنی بود باز هم حاضر شدین و از خلال کتاب‌هایش توضیحات ارائه کردین. خوب بینندگان عزیز و گرامی، چنانچه دیدید از خلال کتاب‌ها، کتاب همبستگی اسلامی، کتاب جنگ در تاریکی، کتاب وحدت الامه و عقاید برای همه، عقیده محسنی را درباره صحابه یا حکم ارتداد صحابه از دیدگاه محسنی را تشریح کردیم و بیان کردیم و چیزهایی که گفته بود همش واضح شد و گفتیم که محسنی در کتابش کتاب وحدت الامه الاسلامیه صحابه را به 6 دسته تقسیم میکنه، بعد از 6 دسته اول باز به 3 دسته دیگه تقسیم میکنه، بالاخره نتیجه نهایی فقط 7 نفر از صحابه، 7 تن از صحابه به اسلامشان ثابت قدم باقی میمانند به عقیده محسنی و دیگر همه چی میشن؟
مرتد میشن و به دین اسلام کفر میورزند. خب بینندگان عزیز و گرامی، حکم و قضاوت را با شما میگذاریم و شما میتونین به مراجعه به کتاب‌های محسنی، نه صحبت‌های تلویزیونیش، کتاب‌هایش بخوانین، کتاب‌هایش مطالعه کنین. کسایی که عربی بلد هستن به کتاب مشرعة بحار الانوار مراجعه کنن، به کتاب صراط الحق مراجعه کنن و عقاید محسن را از اونجا درباره عقایدش اطلاع حاصل بکنن و به عقایدش پی ببرن. دیگه وقت بیشتر از این باقی نمونده. تا دیدار آینده و برنامه آینده همه شما عزیزان رو به پناه الله متعال می سپارم. خدا یار نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.